بسم الله الرحمن الرحیم. یه روزی پیامبر در جمع اصحاب خودشون فرمودند ویل لاولاد آخر الزمان، وای بر اولاد آخر الزمان. فرمودند چرا؟ فرمود من آبائهم، از دست پدر و مادراشون. فقیل یا رسول الله من آبائهم المشرکین، گفتن یا رسول الله از دست پدر و مادرای مشرکشون ناراحتید؟ فرمود لا من آبائهم المؤمنین، پدر و مادراشون مؤمنن به ظاهر. فرمودن چرا آخه؟ فرمود لا یعلمونهم شیئا من الفرائض، چیزی از فرائض و واجبات به بچه هاشون یاد نمیدن. نماز بچهش دغدغه نیست، بچه رفته تا تافل زبان خوانده اما نماز بلد نیست بخونه، قرائت نمازش مشکل داره. بچه رو فرستادن کلاسای مختلف ورزشی، کلاسای مختلف درسی، اما بلد نیست قرآن بخونه. دکترا داره، خرجشو باباش داده اما قرآن بلد نیست، در حالی که یکی از اون حقوق فرزند بر پدر و مادر تعلیم قرآن است. قیامت بچه جلو پدر و مادرشو میگیره چرا به من قرآن یاد ندادین؟ باور کنید هیچ بچه‌ای در قیامت جلو باباشو نمیگیره چرا به من زبان انگلیسی یاد ندادی. من نمیگم زبان نفرستیدشون، ولی قرآنشو جدی بگیریم، نمازشو جدی بگیریم، روزشو جدی بگیریم. ادامش فرمود و اذا تعلموا اولادهم منعوهم، حتی اگر بچه هاشون برن یه چیزی از امور معنوی یاد بگیرن اینا منعشون میکنن. بچه میگه من میخوام نماز بخونم، پدر و مادر بهش گیر میدن هنوز به تو واجب نیست، لازم نیست بخونی. بچه میخواد روزه بگیره، 4 روز دیگه ماه مبارک رمضان میاد، بچه میخواد روزه بگیره، میگه مامان بابا منو شب سحری بیدار کنید برای سحری خوردن، میخوام روزه بگیرم. میگن هنوز به تو واجب نیست. دختر 11 ساله میگن تو هنوز زوده بگیری. بابا این بهش واجب شده، به پسرت واجب، باید بگیره. پدر و مادر منعش میکنن. پدر و مادرایی رو که دیدین دخترای بدحجاب کنارشون راه میره، بابا قیافه ظاهرا مذهبی، مادر با اون پوشش مذهبی به ظاهر، اما دخترش از نظر پوشش تعطیل. چرا؟ چون زمانی که اون بچه میخواد چادر سرش کنه مادر کوبید تو سرش. چه اجباری؟ من مجبورم چادر سرم کنم، تو هنوز 8 سالته، لازم نیست چادر سرت کنی. نذاشتن بچه محجبه بشود، حالا بچه بی ایمان داره میشود، بچه ها دارن نابود میشوند. پیغمبر باز ادامش فرمود و رضوا عنهم بعرض یسیر من الدنیا، و پدر و مادرها راضی شدن از مقدار اندکی که از دنیا اینا به دست میارن. اینا برن یه شغل خوبی رو کسب کنن، یه مدرکی رو بگیرن، یه ماشین داشته باشن، یه خونه بخرن. به این راضیان، راضی به جریان آخرتشون نیستن، دغدغه آخرتشون رو ندارن. پیغمبر در انتها فرمود فانا منهم بریء، من از این پدر و مادرها بیزارم. دوستان عزیز، نکند منظور پیغمبر از اولاد آخر الزمان اولاد ماها باشد. مراقب تربیتمون باشیم، مراقب رفتارامون باشیم. ممنون میشم این فایل رو برای دیگران هم ارسال کنید، انشاءالله فایل تاثیرگذاری خواهد بود. در پناه خدا باشید.